الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعداً چیکار کرد؟ هیچی گپی ندارد گفت، گریب بازن خودش خانه‌داری کرد، یا طعام در پیشمان خوردن گرفت، یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن. اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روزه ندارد، کفارت ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است، در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم است، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم. کفارت در گردن ما نیست و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزهای فرضی هست. در 1 روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در 1 روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصدن میخورد، برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در 1 روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخواند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخواندند. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصدن روزتون میخواند، در این صورت هم شما در 1 روز روزه میگیرید.
او فعل بظن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تاها شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عباره‌اش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی تا گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المقسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است و زیلین است و دیگر چیزایی که استفاده، اینا باکی ندارند، اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیرش که اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخل شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال میاندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دلشراق میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتان شورانده و پرتاتین با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتند؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه. فانما اطعمه الله و سقاه، برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده، آدم فراموش میکند، گاه من روزدار نیستم میخورد، اینا شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است، در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست. رفته غسل جنابت کنین. آوازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد. رفته آوازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد، نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو ضلال نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم‌های هستند زکام میشوند، مثلا سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند.